جناب آقای مهران پیشوا، متولد 20 آذر 1375، دارنده مدرک DBA و دارنده مدرک MBA، دانشجوی روانشناسی ACT، روانشناسی مبتنی بر پذیرش و تعهد، عضو انجمن بازاریابی امریکا و عضو انجمن سخنرانان مسترمایند امریکا، نویسنده جزوات آموزشی فروش، واحد ثبت قرارداد، واحد پشتیبانی، واحد خدمات پس از فروش، واحد آیتی، واحد بازرسی، واحد کنترل کیفیت، واحد حامی مشتریان و واحد پاسخگویی به امور مشتریان. برگزار کننده بیش از 1000 جلسه آموزشی و انگیزشی، نویسنده و طراح بیش از 100 نوع استراتژی و امور کاری قسمت‌های مختلف هلدینگ نگرش برای کسب و کارهای ملت شریف ایران. مؤسس هلدینگ نگرش. هلدینگ نگرش در سال 1397 با شعار هدف ما بهبود کیفیت کسب و کار مردم ایران است، به طور رسمی شروع به فعالیت کرد. فعالیت خدمت به مردم و آموزشات مدیرعامل محترم هلدینگ در این زمینه از سال 1392 شروع شد. متخصص در امور تیمسازی و فروش شبکه محور، دارنده بیش از 10 نوع لوح تقدیر از اساتید بزرگ دنیا، فعال در حوزه بازاریابی، دارنده قوی ترین مدیران فروش در ایران، دارنده پرسرعت ترین واحد خدمات پس از فروش و پشتیبانی، دارنده قوی ترین تیم آیتی در ایران و سهامداران هلدینگ که در